سلام دوستان، خوش اومدیم این ویدیو. من امیر حسینم و امروز اومدیم ریاکت نشون بدیم به یه سری از چت ها که به نظر من خیلی باحالن. خب میومتلی بریم سراغ ویدیو. نوشته که سلام امین، برای تو فرودگاه کار پیدا کردم. گفته سلام، کارش خیلی خوبه و ساعت از فوقش هم خیلی خوبه. تو داری اذیت میکنی داداش، میگی میذاری بگم یا نه؟ بفرمایید. یه تو باند فرودگاه پشت هر ما که بلند میشه یه کاسه آب بریزی بگی خدا به همراهت. یعنی منم یه سری از این ایستگاه شدم. دوستم بهم گفت که تو مرغداری واسه یه کار پیدا کردم، خیلی آسونه. من فهمیدم قرار ایستگاه بشم، ولی خب خیلی جدیه دادم. گفتم خب چیه کارش و چیکار کنم؟ گفت هیچی، مرغایی که فلجن با بیچل و در شوی بیاری. گفته که سلام پسرم. گفته سلام بابا. جانم بابا، چی داری تایپ میکنی؟ چی شد؟ هنوز که داری تایپ میکنی؟ بابا کار دارم و میخوام آفلاین بشم. بابا کار داری بگو دیگه. بابا 5 دقیقه داری چی تایپ میکنی؟ میگه آمدی نان بخر و بیاور. اوف، همین یه ستا داری اینا تایپ میکنی؟ چشم، الان نان میخرم و خواهم آورد. یعنی تایپ کردن یعنی پدر مادر خیلی رو مخه. خب خدا به دوتا دست داد، اینجوری بنویس دیگه، اینجوری بنویس. چه کاری ها، نمیدونم چرا اصرار دارن اینجوری بنویسن. گفته که سلام مخلصم، از موبایل چیزی سر در میاری؟ گفته آره بفرما. میگه چرا سمیرا و جمیل و ابوسا تو پیش من کار نمیکنن؟ گفته این حرفا چی؟ همچین چیزی تو موبایل نیست. گفته یه لحظه اسمش رو بفرستم. کامرا رو خونده سمیرا، جیمیل رو خونده جمیل، اپس رو خونده ابوساتور. یعنی این دیگه واسه هم قابل هضم نیست. اپسور ابوساتور. یعنی گفته که خدا لعنت کنه اون کسی که بهت انگلیسی یاد داد. خدا لعنت کنه. خب گفته که طرف دایرکت داده که شما خیلی خوشگل زیبایی، واقعا معجزه خدا رو میشه تو چهره زیبا و دوست داشتنی شما دید. گفته که مثلا اومده مخ بزنه. گفته که من پسرم داداش، عکس خودم نیست، وقت تو تلف نکن. خب خیلی زایی شد، بد زایی شد. گفته که وقتی میخوای خودت رو جای بابات جا بزنی. گفته که سلام جناب مدیر، خسته نباشید. پسرم حالش خوب نیست، امروز نمیتونه در کلاس حضوری آنلاین شرکت کنه. آقاش منم نیست، حضوریه یا آنلاینه. گفته که سلام شما کی هستی؟ گفته من بابا. من بجان که بگه من پدرش را. گفتم من بابا. قشنگ سوتی داده زایه کرده با. خب دختر پیام داده که شما چند سالتونه؟ گفته که 23. گفته تو دقیقا هم سن دخترمی. گفته من 47 سالمه. دخترم گفته شما هم دقیقا هم سن بابای منید. بابای گفته سوگند. دختر گفته بابا. دوستونگش یه چیه، مثلا بابای پیام داده به دختر که مثلا مخشو بزنه، بعدش دختر اون بوده، اونم باباش بوده. یعنی بد زای شد. یعنی الان دختره بره خونه. نگم من فهم داده که بهداشت بودم، داشتم واکسم میزدم. میگه خب حالت چطوره؟ سریع علامتو بگو ببینم. گفته که هیچی، خوبم، هیچ حسی ندارم. طرف گفته هیچ حسی نداری؟ یه خری داشتیم اینجوری بود مرد.
کوف بیمزه. یعنی طرف خیلی جدی اومده گفته که آره بهداشت بودم واکسن زدم حالا من خوبه الان ندارم. اون اومده ریده روش گفته ما میخواه داشتیم همینجوری بود مردن. طرف گفته که میداد چطوره بهتر نشدی؟ که خیلی درد میکنه دارم میمیرم. از بس گوه میخوری. اینا چت پسر به دختر است. گفته که ببین فرض کن هیچ پولی نداری بعد این کارت پیدا میکنی اندازه شمارت توش پول هست حالا چقدر پول داری؟ اوه میخواست شمارش رو بگیره با. گفته هه مخ میزنی؟ فکر کردی من الان شمارم میفرستم ها؟ یوها نه خیلی جناب نمیفرستم من فهمیدم که خیلی دارم. خیلی پول دارم. ای خدا یعنی مثلا اومده خیلی مخ بزنه شمارش رو بگیره قشنگ ضایع شده با. چت بعدی گفته خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم. دختر به پسر گفته کاش دوست پسرم شی. گفته که مرسی ولی میدونی چیه از دختر که پیش قدم میذاره خوشم نمیاد ببخشید نوک خورد کنی. یعنی الان از همین جاست پشت این دوربین میگم که خاک دوست سرت. خود دختر اومده میگه بیا دوست پسرم شد دوست دارم. طرف گفته که نه من از این دختر خوشم نمیاد. یعنی خاک دوست سرت خیلی پاس رسید. دختر پسر به دختر پیام داده که عزیزم تو برای من مثل بستنی عروسکی میمونی. چی هم تشبیه داده ما. گفته که ای وای مرسی عزیزم چون خیلی دوستم داری اینجوری میگی. بعد پسر گفته که نه چون عکست با خودت خیلی فرق داره. اینا خیلی حق میگه مثلا دیدی بستنی عروسکی میخرین رو عکسش مثلا همچون عروسک زده اینجوری باز میکنی تانگر شکلات اینگار داره میره دوزی. خیلی فرق داره مثلا با خودش. گفته که ببخشید مزاحمتون شدم مثلا رفتم مشاوره بگیره با. گفته که گفتن شما مشاور خوبی هستید چجوری باید درس بخونم که واسه پزشکی قبول بشم؟ نه 12 به طرف گفته که سلام مثل خر مثل خر باید بخونی. یعنی من مشاور میشدم همین میشدم این منم وقتی مشاور بشم. اینا نگاه کن. گفته که من الان توی مهمونی هستم پر از دخترهای خوشی کرد همه چی هست بهتره کونه ولی همش دارم به تو فکر میکنم باور کن. گفته ببین واسه من آدم سرشلو قاردن اگر مریم 10 دقیقه پیش سانریزی سر کوچه تو دیدت داشتی کتل پنو سفارش میدادی ببره خونه تو. یعنی آدم با آفتاب شیر موز بخوره اینجوری زای نشه. انشالله که واسه یکی کدومتون پیش نیاد. نه نگاه کن محمد. گفته سلام داداشم نه داداش. گفته که سلام داداش عرص ساندویچم کرده ساندویچ کردم گفته که میخوای؟ گفته آره میخوام حواس کردم. خب برو بخیر. یعنی رید روش. خب بچه این بود از کلیپ امروز ما. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید کانال منو سابسکرایب کنید سابسکرایب کنید قرمز رنگ اون پایین ویدیو رو لایک کنید باورتون بشه که نه واسهتون پول برق میاد نه پول گاز میاد نه چیزی ازتون کم میشه.
ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و شاید از اول ویدیو واسهتون زد پیش بگیرید چی میگم که میکروفونی که خودم ساختمش، من کلا میگم همه تجهیزاتمو خودم ساختم و حالا توی یه ویدیو روم تور که در آینده میخوام بذارم همه اینجا رو نشون میدم، اتاقم هم نشون میدم و دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی پیس.